32 تا حرف و هزاران خاطره. الف مثل ارتشی از آدمای مطمئن که ایمان داری اینا هیچ وقت پشت تو خالی نمی کنن. پ مثل پشت گرمی، عین مثل عشق و میم مثل مادر. تو بیشتر زبونای دنیا مادر رو با میم میشناسن. فرقی هم نمیکنه اونا کجایی باشن، آفریقایی، اروپایی یا آسیایی، اونا همشون یه هدف مشترک دارن. ممکنه گرسنگی رو تحمل کنن یا ساعتها بیخوابی بکشن و دم نزنن، اما خدا نکنه فقط یه خار کوچیک بخواد فرزندشون رو برنجونه اون وقتی که جلوی همه دنیا وای میستن. شاید خیلی از ماها از بیداری های اونا تو دوران کودکی چیزی یادمون نیاد یا تصویر محوی جلوی چشامون باشه، اما اونا همه گذشته من و شما، همه خاطرات خوب کودکی و نوجوانی که هممون دوست داریم یه روزی دوباره بهش برگردیم. اگه روبرود یه ارتش دشمن وایستادن یا توی یه سیاهی خیلی بزرگ دور خودت میچرخی و دور باطل میزنی، یکی همیشه هست که بدون هیچ منتی تا ته تهش همیشه کنارته. فقط کافیه تا وقتی که هست قدرش رو بدونی.